سرزمین آباد و جامعه پیشرفته همیشه ثمره زحمتی دستجمعانه مردم است. در تاریخ خلق تاجیک بارها اثبات شده است که وقتی مردم متحد میشوند حتی مشکل ترین کارها آسان میگردد. یکی از عنعنه‌های زیبای مردمی دیوشتیچ دستجمعانه حصه گذاری نمودن به خاطر آبادی محل است. با اقدام و تشبث یک قطار جوانمردان محله سیومی دهه قزنترک و اهل محله برابر راههای اساسی راههای گذرها پر منفعش میگردد. تعمیر راههای محلی نه تنها کار موقتی است بلکه عملی میباشد که برای امروز و فردای جامعه اهمیت بزرگ دارد، مخصوصاً به بهتر گردیدن شرایط زیستی ساکنان مساعدت میکند. من امسال در محله سه جماعت قزنترک ما حشری اسفالت‌کنی سر شد. در این محله بسیار صاحبکارها خلق خودش مثال بسیارتر یاردم کرده. این محله سه قریب 1 کیلومتر اسفالت کردم. کوچه ها شروع شد. دیگر کوچه های هم همین اسفالت کرده به تازگی و آبادانی دیار اهمیت میدیم. این راه اهال نشین اساساً سالهای 80 عصر گذشته بنیاد یافته. با مرور زمان مسافه ذکر گردیده تعمیر طلب و حرکت نقلیاتی بارکش و مسافرکش مشکل گردیده بود. کارهای ساختمانی در راه مذکور با رعایت قاعده‌های راهسازی با مبلغ عمومی نزدیک 200,000 سامانی به انجام رسانده شد. این اقدام عبرت‌آموز ساکنان ناحیه دیوشتیچ به بهداشت وضع راههای دارای اهمیت محلی مساعدت عمیق کرده. باعث رفت و آمد بی‌مانعی نقلیات مسافرکش و پیاده‌گرد گردید. کوچه ها بیزه بود، خاک پوش و قم پوش بود، همین سرجم شده. همون با راهبری همین گذرام و سید مرازاده دلمراد رسونبای گدای بای قضی و الهام ما 35 از همین روی خط میستیم. مهاجرای مهنتی که در روسیه بود همینا سرجم شده، هر کسی گذاری کرد. محله اهالیش مثلا برآمدیم فهموندیم، همین آدما دست جمع میکردن، یک دیگر فهمی کردن، همین دستگیری کردن که همین کارو شد. اگر یک دیگر فهمید دست جمعی نمیشد این کارو کردن. این کار یک کس نه، کار همین محله یک دیگری دستگیری کردیم، یک کس راهبر شد همین کارو به انجام رساندیم. من خیر و جنبه همین که راه خوشرو شد، زیبا شد. آینده همین برای خدا ما برای نیویرامو خدمت میکنم. این راه بنیاد راه مذکور از جانب اهل دهه حصه‌گذاری مهاجران مهنتی و صاحبکاران وطنی شایسته تحسین بوده. عملی نمودن اقدام‌های سازندگی نشانه بلند محبت و صداقت ساکنان به ملت و دولت به شمار می‌رود. زیرا امروز اهل باشندگان جماعت قزنترک با روحی بلند وطن دوستی و حس مسئولیت شناسی یکدلانه با همدیگر فهمی و محیط دوستی و همکاری کارهای تعمیر راه‌ها، تازه کردن جویبارها و آبادانی کوچه‌ها را به راه ماندند. خصوصا جوانان و کهنسالان پهلو به پهلو ایستاده در آباد نمودن یک گوشه وطن حصه می‌گذارند که نشانه سرجمی جامعه میباشد. مسئولین جماعت بیان داشتند که چنین تشبسات در آینده نیز ادامه می‌یابد و با دستگیری مردم محلی میتوان راه‌های دیگر را نیز تعمیر کرد. ساکنان ناحیه دیوشتیچ با پیروی از سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به خاطر استقبال سزاوار جشن عمومی ملی 34 سالگی استقلالیت دولتی کارهای آبادانی را امروز وسعت می‌دهند. آبادی وطن از آبادی استانی در آغاز می‌گردد. با درک این معنی امروز در جماعت دهاتی قزنترک ناحیه دیوشتیچ تعمیر راه‌ها جریان دارد. با دست جمعی و متحدی اهالی هر یک گذر منفعش کرده می‌شود. تا به امروز تا 9 کیلومتر راه‌های جماعت دهاتی قزنترک تعمیر و منفعش گردیده است و این اقدام امروز ادامه دارد. مستان محیدی لازاده، اعظم جان شریفوف، شاعر مبین زاده، اخبار.